رشد سریع دو جریان مادی و معنوی، رشد سریع جهالت و کدرانیت، رشد سریع علم و تکنولوژی. یعنی شما در جامعه که هستین عملا احساس میکنید که به شکل برقاسا همین دو بود رشد کردن، یکی کدرانیت و جهالت و از طرف دیگه علم و تکنولوژی بسیار برقاسا رشد دارن. انسان ها امروز توانمند شده که به کرات دیگه برن، به افلاک دیگه برن. شما متوجه هستین که در سیارات دیگه عملا جا را به خود اشغال کردن، سفینه های فضایی را به فضا روان میکنن برای تحقیقات. همین انسان ها تکنولوژی به این اندازه رشد کرده به شکل برقاسا، یعنی با وجود اما قدر علم و تکنولوژی و پیشرفت های برقاسا که بشر و بشریت داره، اما در قطب دیگه از نظر معنا و معنویت بسیار جهالت، بسیار بدبختی و پستی وجود داره. برنامه های مزخرف وجود داره. شما برنامه های تتوکاری رو میبینید که تتو میکنن در روی های خود، دستای خود، در پاهای خود. برنامه های وجود داره که همین جوانا یکدیگر سیلیکاری میکنن، خفاق میزنن. ببینید دوستای عزیز، از یک طرف تکنولوژی رو ببینید، از یک طرف پیشرفت رو ببینید، از یک طرف رشد برقاسا در عرصه اقتصاد و مباحث علمی رو ببینید، اما از طرف دیگه جهالت ها رو ببینید، کدرانیت ها رو ببینید، موضوعات مزخرف رو ببینید که انسان ها عجیب و غریب کار رو انجام میدن. و پیمانه‌ای که ما انسان های صالح و صادق و مؤمن یا انسان های ایدئال داشته باشیم، اونم قدر جامعه ما شما به طرف ایدئال شدن و به طرف رفتن به طرف یک جامعه سلیم و جامعه که در صلح و سلام بوده باشه، امنیت بوده باشه، خوبی ها بوده باشه، تمام نظم و نظام برقرار بوده باشه. پس خصوصیات انسان ایدئال تخصص و تعهد جاری. تخصص یعنی توانایی علمی و توانایی فنی یا مسلکی، و تعهد چی معنی میده؟ تعهد با خدای متعال که با خدا خیانت نکنی و با خلق خدا خیانت نکنی، آدم صادق و صالح بوده باشی و متوجه تمام موضوعات بوده باشی.